از سلاح هسته‌ای خود به هیچ قیمت نمی‌گذریم. تنگه هرمز بمب اتم ماست. ترور را با ترور پاسخ می‌دهیم. جمهوری اسلامی در حال این موردها را بیان کرده که امریکا 2 پهپاد ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کرد و روسیه میگوید برنامه هسته‌ای تهران بهانه است و امریکا در پی کنترل تنگه هرمز و تسلط بر بازار انرژی جهانی است. بینندگان یک در سراسر جهان سلام. به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم‌ها را بحث واکاوی بیشتر میگیرم. مهمان من در این برنامه دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل از لندن هستند. آقای فاطمی بسیار ممنون که فرصت دادین. یک بار دیگر خب شاهد درگیری‌های وقفه و پراکنده هستیم. از طرفی هم گزارش‌های از بیشتر شدن فشار اقتصادی در ایالات متحده و این فشار بالای دونالد ترامپ از طریق مردم هم گزارش میشه که وجود داره به خاطر ادامه جنگ. فکر میکنین فشارهای اقتصادی که حالا مردم آمریکا احساس میکنن و صدا بلند میکنن بر ضد نظامشان و شخص ترامپ چقدر میتونه تأثیر بر کاهش تنش‌ها در خوابیدن داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام بر شما و بیننده های سرویس خبری شما. علیکم سلام. خب ببینید، زندگی انسان و بشر در روی زمین که از به اساس یک درآمد زندگی، یک اقتصاد به پیش میره و سیاست جهانی هم زیربنای سیاست جهانی اقتصاد است. جنگ های فعلی هم که در جهان ما شما میبینیم برای اقتصاد است. همین جنگ امریکا در ایران برای انرژی است، برای پترول است. همین پترول ایران را برش تسلیم کنه، نه جنگ نیست، ولی اگر نام ایران بگیره ولی اگر نام بم بگیره. شما دیدین که بر ونزوئلا چی با آنها را کردن؟ گفت که مواد مخدر است و چیز. زمانی که پترول برشان تسلیم دادن، اونمو نظام است، اونمو مردم است، اونمو حکومت است، اونمو بدبختی است در ونزوئلا. مگرم نه مواد مخدری وجود داره، نه کدام جنگی وجود داره. امریکا امو به حساب خارش وجودش آرام شد. مشکل در اینجاست که مسئله اقتصاد جهانی است و حاکمیت بر منابع اقتصاد است و تمام قدرت های بزرگ این تلاش میکنن. یزال نیست، ما شما در طول تاریخ ببینیم قدرت های بزرگ امپراتوری که وقتی بالای کشورهای دیگه حمله میکنن از خاطر چی میرفتن؟ منابع ذخایر خود زیاد میکردن، طلا را می آوردن و به حساب چیزای قیمتی را می آوردن، ممالک تسخیر میکردن. اونمو خواص انسانی منتها لوازم فرق کرده. دو وقت با سر اسب و شمشیر میرفتن، حال با طیاره میرن و با توپ و با اسلحه ضربی میرن. بنان این جنگ اقتصادی است و هرچی شما بیشتر به دست بیارن بهتر زندگی میکنن، حاکمیت کن. در این جنگ حال مصارف هم بالا رفته. شما میبینید که امریکا روزمره تنها کشتی‌هایش که در منطقه از بیشتر از 500 میلیون دلار مصرف داره. دیگه مصارف دیگر کمرش یک جای کنین. بعضی اقتصادان هم میگه که در روز 1 میلیارد، بعضی هم میگن که کم از کم 2 میلیارد روزمره مصرف داره. هر روز که میگذره اضافه میشه. خود امریکایی‌ها تا 25 تا 30 میلیارد قبول کردن در 40 روز اول به جنگ، اما معلوماتی که با توضیح داده شد بیشتر از 200 میلیارد دلار در ظرف 40 روز مصارف آمده بوده و این تاثیر میگذاره بالای اقتصاد مردم. ببینید وقتی که جنگ میشه، کار کاسته میشه، از کار که کاسته میشه در اونجا بر مردم کار کم میشه، مردم بیکار میشن، جنس قیمت میشه. پترول فرضاً همی پترول خودش که قیمت میشه بالای پترول در وقت در حدود 60-70 دلار برل بود، این به 100-120 برل رفت، قیمت بالا رفت، بالای اجناس تاثیر گذاشت. امریکایی که در طول 250 سال همیشه انفلاسیون خود در خانه 2.5 تا 3 از این بالا نمیگذاشتن، نگاه میکردن و همین علت بود که در امریکا کار برای مردم فراوان بود و جنس ارزان بود و ما میگفتیم که امریکا یک کشور با رفاه و آرام است که مردمش عواید بیشتر دارن اما مصرف کمتر دارن، جنس ارزانتر است. وقتی که کار پیدا نشه، جنس قیمت شوه، انفلاسیون بالا میره. وقتی که انفلاسیون بالا میره تاثیر میکنه بالای مردم. وقتی که هرچقدر انفلاسیون بالا میره کار کمتر میشه، قیمت چیزی که از قرضه بانکی، چرا که این ممالک غربی کلگی با می کردیت کارت‌ها زندگی میکنن. مردم میگن من میلیونر هستم، اگر برین کش حسابی کنین
از خودش هیچ چیز نمی باشه، به اساس قرضه ها گرفته می باشن، خانه خریده، قرض خریده، به نام خود کرده، از او را مارگیج میته، زمین خریده، از خودش نیست، از بانک گرفته و این بانک ها و اینا امیر تور میکنن، پول میتن، سرمایه گذاری ها است و در مقابل از این بانک ها پول به دست میارن. وقتی که انفلاسیون بالا میره، امی پولی که شما قرضه میداده باشین و سر از او امو اینترست را که شما علاوه میکنین، او اینترست بالا میره، امو سود بالا میره، به یک نقطه میرسه که مردم را داده نمیتونه. وقتی داده نمیتونه مجبور است او جنس را که در مقابل پول از بانک گرفته او را باید بده. اکثرا مردم خانه ها را مارگیج دارن، وقتی که مارگیج خود داده نمیتونه، بانک میای خانه را تصرف میشه و او را در مارکت با قیمت پایینتر چیز میکنه و این تاثیر میگذاره سر زندگی مردم. اینال انفلاسیون رفته با 4.5 در امریکا. اگر فرضاً ذخایر پترول امریکا کم شود و پترول از چرا که یک مشکل دیگه که مردم به اون متوجه که میگه در امریکا خود تیل زیاد است، تیل خود در امریکا امیال تیل ونزوئلا را میبرن، رفاینری امریکا که است، چون پترول های هر مملکت با رفاینری مختلف می باشن، بیشترین پترول امریکا در کانادا رفاینری میشه، یعنی تصفیه میشد. این یک مشکل دیگری با اینا است که همین تصفیه خودشان که با وجودی که تصفیه دیگه کشورها را اینا کنترل میکنن، تصفیه خودشان چون اینا فکر میکردن همش حاکم هستن، از دیگرها استفاده میکردن. یک مشکل دیگه عمل روابطشان با کانادا خوب نیست و او بسیاری امتیازات را که از کانادا داشتن او را از دست دادن که او خود به خود سر اقتصاد امریکا تاثیر کرده. فرضاً برق از کانادا می آمد، آل برق کانادا سرشان قیمتش بالا برده، اگر کسی میگیره بگیره که نمیگیره مردم بسیاری مناطق امریکا فعلا در سرحدات کانادایی بی برق هستن. چون دوستا به خبرها را که تعقیب کنن، این دوستا تجربه آور است که امریکا و یک مملکت برقش کانادا و او را بی برق میشه. بله میشه، امی امریکا با امی بزرگی شد. در امریکا امی البته ایالت های وجود داره که مردمش از گرسنگی در بیرون استراحت میکنن، خانه سرپناه ندارن. تو ایالت ها دارن در شمال چیز امریکا. بنان این تاثیرات که هست بالای زندگی مردم، این خود به خود مردم به این چیز میکنه که چرا ای است و عوامل از این میپالن. عوامل از این که میبینن که خو از خاطر اسرائیل ما داریم هست بود خود از دست میتیم، نظام ما از بین میره. بنان در اونجا نظریات تغییر میخوره و عالم تغییر خورده در امریکا. کلگی میگن که ما باید تغییرات کلی را بریم. از این بابت مسائل اقتصادی بسیار مهم است. اگر جلوی زیر نگیرن با مشکلات بسیار بیشتری روبروی میشن و این فشار بالای اول سر نماینده های مردم میایه، یعنی اعضایی که در کانگرس میشن. وقتی که فشار سر اعضای کانگرس میایه، اونا در کانگرس سرش بحث میکنن، فشار سر حزب میایه، سر نظام حاکمه، یعنی هر نظامی که در اونجا هر حزبی که حاکم باشه. فعلا جمهوریت خواهان حاکم هستند. اینا سر جمهوریت خواه فشار میایه که برادر رایتان درست کنین ورنه مردم بغاوت میکنه یا مردم دیگر برتان رای نمیته. اونا مجبور هستن این فشار سر رئیس جمهور بیارن که رای ما درست نیست، راه را درست کو ورنه انتخابات هم میبازیم. دیگه این کلی که سیستم دموکراسی از به می رقم، چرا ریشه از مردم شروع میشه، به عکس العمل مردم شما اقدام میکنین. سیاست تا زمانی با پیش برده میتونین که مردم آرام باشن. وقتی که مردم صدمه جنگ دیدن نارام شدن، سیاست با پیش برده نمیشه. بنان چون زیربنای سیاست اقتصاد است، اقتصاد باید درست کنن. اگر اقتصاد درست نمیشه، سیاست از دست میتن و اینمی بازی فعلا در امریکا است که امریکا متوجه است که باید بازی را یک طرفه کنن. و شما میبینید که در این روزا دونالد ترامپ نسبتا نرمتر و تمایل بیشتر داره نسبت به جنگ، اما نتانیاهو عالم دو پاش در یک موزه است و میگن که اگر تو جنگ کنی نکنی با جنگ ادامه میتون. خب از این یاد کردین که اگر نفت ایران به آمریکایی ها داده شود دیگر مشخصا هیچ بهانه‌ای باقی نمیمانه. ایرانی ها همیشه دولت تروریست میگن آمریکا را، با توجه به اون کاری که آمریکایی ها زیر نام مواد مخدر در ونزوئلا کردن و اکنون با اون حکومت پسا مادورو برخورد بسیار هماهنگ انجام میتن و حالا یورانیمشان انتقال داده شد و نفتشان هم به آمریکا وارد میشه قسمت زیادش. فکر میکنین دولت تروریستی است؟
تروریسم دیگه چی را میگن؟ تروریسم همیست که بدون کدام دلیل شما مردم بترسانن، بکشن و از بین ببرن. امریکا خودش همی عمل انجام میده. عملا یک نظام تروریستی است، چرا که اقوام میترسانن، حمله میکنن، میدرن، تکه تکه میکنن و از بین میبرن. اما دیگران را با تروریست میخوانن. بالای افغانستان حمله کردن، افغانستان تروریست خواندن. بالای عراق حمله کردن، صدام تروریست خواندن. بالای ایران حمله میکنن، ایران تروریسم دولتی اعلان میکنن. بالای لیبیا حمله کردن، گفت تروریسم همکاری میکنن. بالای ونزوئلا حمله کردن، گفت مواد مخدر چیز میکنن و از اینجا با مواد مخدر کسی که کار میکنه اونا با تروریسم را دارن. بنان هر جای یک بهانه است. حالا ببینید برای کیوبا خود آمریکایی ها دولت تروریستی هستند و قول ایرانی ها میگن. شاید باور تایید میکنید؟ ببینن تروریسم دیگه چی را میگه؟ از ما ملت ما شما را نکشت، 1 میلیون انسان کشته ندادیم. تروریسم دیگه سر و پا خود نداره. اگر یک تروریست که در منطقه ما 20 نفر بکشه، تمام دنیا چیز میکنن، حتی دین و مذهب ما شما را به اساس کردار 2-3 نفر بدنام میکنن. ما به اساس کردار از اینا که در طول 30 سال بیشتر از 11 میلیون انسان کشتن، ما خود تابال نگفتیم که مثلا عیسوی‌ها تروریست هستن. ما میگیم که فرضاً اینی آدمی کار کرده ای تروریست است. اما اینا یک نفر خطا کنه دین اسلام به تروریسم متهم میکنن، در حالی که به کلی یک چیز قابل قبول نیست و تجاوز کلی است. ما این کار نکردیم. اسرائیلیا کاملا تروریسم میکنن در تمام دنیا. شما میبینید تروریسم اسرائیل در لبنان، در غزه، در سوریه، در عراق، در ایران. در ایران نکشتن 30,000 انسان ها را نکشتن که تهمت شبالای نظام ایران گفتن. اما ما شما نمیگیم که تروریسم یهودی، چرا در بین یهودا و صهیونیست‌ها ما شما فرق میکنیم، اما اینا در بین داعش و در بین مسلمان ها فرق نمیکنن. اینا داعشی که مفسدترین اداره است که خود اسرائیل و امریکا او را ساخته، اما با اساس از دین مبین و مقدس ما شما را بدنام میکنه. بنان اگر اونا بر ما تجاوز میکنه، ما را لیبل میزنه که حقیقت نداره، آیا ما از حقیقت چرا چشم پوشی کنیم که امریکا در تروریسم جهانی دست داره و یکی از آله‌هایش اسرائیل است که از این کار میگیره؟ دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل، ممنون حضورتان در برنامه خبر تحلیلی امشب از لندن. جان سپاس که دعوت کردید. و بیننده های عزیز، رسیدیم به پایان تحلیل یک امشب. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.